این قضیه جدید که میگن افرا ساراچوغلو سیران چشتران امارات یه چیزی رو دروغ گفته، داستانش چیه؟ آیا قضیه مهمیه؟ لابد مهمه که راجبش دارن صحبت میکنن. امروز رو هم با من همراه باشید با اخبار ویژه سلبریتیای ترکیه با سلبریت سفدا. دختری که با سن کمش این روزها ستاره تلویزیون ترکیه شده و همزمان مثل خیلی از بازیگران ترکی رابطه عاطفیش هم به موازات بازیگریش موضوع مورد بحث روزه. افرا ساراچوغلو. اولا اینو بگم که نقش آفرینی افرا در نقش سیران تو سریال چشتران امارات به گواه خیلی از ظهور یک چهره با زیبایی خارق‌العاده از بعد هانده ارچل بود، ولی طبق نظرسنجی ها افرا به میزان زیباییش برخلاف هانده بازیگری بهتری هم داره. حالا بپردازیم به اتفاقی که افتاده. افرا یا سیران چشتران امارات از شروع سریال با موهای بلند زیبایی که داشت توجه ها رو به خودش جلب کرد، ولی تو فصل جدیدش که در حال پخشه یهو تغییر استایل داد و در میان حیرت طرفدارانش با استایل موی جدید ظاهر شد. سیران موهاش رو کوتاه کرد، ولی چیزی از جذابیتش کم نشد که اتفاقا زیباتر هم شده. ولی خب خبر رسیده که افرا دلش نیومده واقعا موهاش رو کوتاه بکنه و علیرغم اینکه خودش قبلا اظهار داشته که موهاش رو کوتاه کرده، عکسایی منتشر شده که نشون میده در واقع ساراچوغلو از کلاهگیس داره استفاده میکنه. ضمن اینکه گویا افرا با یک برند شامپو قرارداد تبلیغاتی بسته و به خاطر این قرارداد مجبور بوده کلاهگیس استفاده کنه. البته این خبر اتفاقی نیست که بخواد زندگی روزمره ما رو زیر و رو بکنه، ولی خب گفتنش خالی از لطف نبود، خصوصا برای طرفداران چشتران امارات. ضمن اینکه چنل ما همیشه سعی کرده به دور از حواشی زرد باشه و به مباحث جدی‌تری در مورد زندگی سلبریتی‌ها بپردازه، ولی خب اینم زنگ تفریح چنل ما بود. نظرتون رو برامون بنویسید. متشکرم که مثل همیشه همراه هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ. Gel buraya. Ferit dur. Ferit Korhan gelinini kucaklamadı dedirtmem. Ferit. Yürü. Ferit bırak.